در سال 1992 میلادی زمانی که کارت به استخوان حکومت کمونیستی کابل رسید، زمامدار این حکومت دکتر نجیب الله احمدزی در حالی که پایتخت در کنترل نیروهای دولتی بود تصمیم به فرار گرفت، اما در میدان هوایی جنرال ازبک تبار او عبدالرشید دوستم مانع این فرار شد. نجیب الله احمدزی پس از این فرار ناموفق مجبور شد به دفتر سازمان ملل پناه برد. این فرار ناموفق به قیمت جان او تمام شد. دقیقاً 29 سال بعد از این حادثه یک زمامدار دیگر افغانستان از همین قبیله یعنی احمدزی اقدام به فرار کرد. دکتر اشرف غنی احمدزی، کسی که تا قبل از فرار خود نیز در بین مردم افغانستان چهره منفور بود، بعد از این فرار در کنار شاه شجاع عبدالرحمن خان، محمد نادر خان و حفیظ الله امین نام سیاه و ننگین جاودانی از خود بر جا گذاشت. در این ویدیو به زندگی نامه رئیس جمهور بی‌خرد، بی‌درایت، دروغگو، حیله‌گر و متقلب افغانستان دکتر اشرف غنی احمدزی می‌پردازیم. اشرف غنی احمدزی در سال 1949 میلادی مطابق با سال 1328 خورشیدی در یک خانواده کوچک در ولایت لوگر به دنیا آمد. پدر اشرف غنی شاه پسند نام داشت که به نام شاهجان و شیرآقا نیز ملقب بود. او ایام جوانی خیش را به حیث کارمند در یک شرکت خصوصی به نام ریاست نقلیات در کابل گذراند. بالاخره در دهه 1980 میلادی به پاکستان مهاجرت کرده و یک شرکت بزرگ موتورهای باربری را به راه انداخت. این کامیون‌ها مصروف انتقالات در سراسر خط دیورند بودند. پدر بزرگ پدری اشرف غنی به نام عبدالغنی، یکی از همکاران نیروهای مزدور بریتانیا به رهبری محمد نادر، در جریان سالهای 1929 الی 1930 میلادی در سرنگونی حکومت حبیب الله کلکانی بود. عبدالغنی به پاس خدمات خود توسط نادرشاه لقب نظامی اعزازی، پول تقاعد و خانه رایگان در محله قدیمی کابل دریافت کرد. عبدالغنی نفوذ فوق‌العاده بالای گروهی از دزدانی داشت که در دشت سقاوی ولایت لوگر فعالیت داشتند. یک آدم وحشی صفت به نام بلای که اکثراً به خانه غنی رفت آمد داشت رهبر این دزدان بود. بلای برادر زن دوم عبدالغنی یعنی مادر بزرگ اشرف غنی بود. مادر اشرف غنی کوکبه ملقب به زیاگل دختر علی احمد لودین بود. نام آقای غنی را به هنگام تولد اشرف گذاشتند به افتخار شاه اشرف هوتکی، یکی از حاکمان پشتون در اصفهان ایران. کاکای جوان آقای غنی میرویس نام داشت به افتخار میرویس هوتکی، حاکم پشتون قندهار. آقای غنی مکتب را در لوگر و کابل خواند و در سال 1970 میلادی به نام اشرف غنی احمدزی شامل دانشگاه آمریکایی بیروت شد و در رشته علوم سیاسی ادامه تحصیل داد. او در آنجا با دختر لبنانی مسیحی به نام رولا سعاده آشنا شد و با او ازدواج کرد. غنی در سال 1977 میلادی برای تدریس در رشته مردم شناسی به افغانستان بازگشت، اما پس از قبولی در یک بورسیه تحصیلی به دانشگاه کلمبیا در نیویورک رفت. یک سال بعد در پی به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق در افغانستان، بسیاری از اعضای خانواده او به زندان افتادند. به همین دلیل او در آمریکا ماندگار شد و مدرک دکترای خود را در رشته انسانشناسی فرهنگی از دانشگاه کلمبیا گرفت. همچنان او دو مدرک دکترای افتخاری، یکی از طرف دانشگاه سیکرانتین ایالات متحده آمریکا در سال 2007 و دیگری از طرف دانشگاه گیلف کانادا در سال 2008 دریافت کرد. آقای غنی دو فرزند به نامهای مریم و طارق دارد که متولد آمریکا هستند و در نتیجه تمام آنها شهروند آمریکا محسوب میشوند. دکتر اشرف غنی احمدزی پس از فارغ التحصیلی در سال 1983 میلادی برای تدریس در دانشگاه برکلی کالیفرنیا دعوت شد. او از سال 1983 تا 1991 میلادی مدرس دانشگاه جان هاپکینز نیز بود. در این دوره معمولاً به عنوان کارشناس در برنامه‌های رادیو BBC حضور پیدا می‌کرد. آقای غنی از سال 1991 به بعد به عنوان مردم شناس راهنما در بانک جهانی مشغول به کار شد. کار او مشاورت در مورد ابعاد انسانی برنامه‌های اقتصادی بود. او در برنامه‌های بانک جهانی در آسیای شرقی، جنوب آسیا، روسیه، چین و هند شرکت داشت. پس از حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی او کار در بانک جهانی را رها کرد و به همکاری با شبکه‌های خبری و روزنامه‌های مختلف پرداخت. در سال 2002 میلادی به عنوان مشاور ویژه اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان انتخاب شد. او در تشکیل دولت افغانستان در کنفرانس بن نقش مهمی داشت. غنی از دسامبر سال 2001 به افغانستان بازگشت و در اول فوریه سال 2002 به عنوان مشاور ارشد حامد کرزی رئیس جمهور وقت افغانستان و وزیر مالی
مالیه آغاز به کار کرد. آقای غنی از سالهای 2002 تا 2004 به عنوان وزیر مالیه افغانستان در دولت حامد کرزی فعالیت کرد. در سال 2004 میلادی به دلیل اختلافات با حامد کرزی از وزارت مالیه کناره‌گیری کرد و به عنوان رئیس دانشگاه کابل انتخاب شد. اشرف غنی در سال 2011 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد، اما با کسب 3% از آرا پس از حامد کرزی، عبدالله و رمضان بشردوست در رتبه 4 قرار گرفت. اشرف غنی در دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی مسئول برنامه انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی شد. در سال 2013 آقای غنی توسط یک مجله بریتانوی به نام متفکر دوم در جهان شناخته شد. در سال 2009 مجله نیویورک تایمز او را به حیث تعلیم یافته ترین و غربی شده ترین نامزدان افغانستان اعلام کرد. این قهرمان سازی های کاذب غربی ها ترفندی بود برای به قدرت رساندن آقای غنی. در سال 2009 مایکل کندی، یک جامعه شناس آمریکایی، در کنفرانس افغانستان در دانشگاه براون محزونانه اشرف غنی را چنین خطاب کرد: آرزو داشتم تعداد زیادی مثل تو وجود می داشت. جالب اینجاست وقتی اشرف غنی وزیر مالیه افغانستان بود، در جریان مجالس وزرای کرزی مشهور به بدخلقی و تندمجاسی بود. او در جریان ریاست دانشگاه کابل به خاطر عدم برخورد مناسب با استادان دانشگاه نیز مشهور بود، اما در ملاقات‌ها و گفتگوها با مهمانان اروپایی و آمریکاییش در همان زمان کاملا آرام و ساده معلوم میشد. آقای اشرف غنی احمدزی از سال 2001 میلادی به بعد به حیث مشاور عمده بومی رهبران مداخله‌گر استعماری آمریکایی در افغانستان خدمت میکرد. در ماهیت آنچه اشرف غنی برای نیروهای اشغالگر آمریکایی در افغانستان انجام میداد همان چیزی بود که اسلاف احمدزی در جریان جنگ اول افغان با انگلیس برای بریتانوی ها انجام داده بودند. ظاهرا همدستی با خارجی ها در نسب پدری اشرف غنی جریان دارد. او بار دیگر در سال 1393 خورشیدی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد. این بار معاون اول او عبدالرشید دوستم ازبک تبار و معاون دوم او سرور دانش هزاره تبار بود. همچنان حزب محاذ ملی به رهبری پیر سید احمد گیلانی، جبهه نجات ملی به رهبری صبغت الله مجددی، حزب حرکت انقلاب اسلامی به رهبری موسی خان و حزب اسلامی به رهبری عزیزالله دین محمد از مهمترین جریان‌های سیاسی حامی اشرف غنی در این انتخابات به شمار می‌رفتند. آقای اشرف غنی در دور اول انتخابات سال 1393 با 37.6% آرا در رتبه دوم قرار گرفت. انتخابات به دور دوم کشیده شد. در این دور او با آقای عبدالله به رقابت پرداخت. با کمال ناباوری بر اساس نتایج دور دوم، آقای غنی 56% آرای مردم افغانستان را به خود اختصاص داد. با این حال اعتراض عبدالله به نتیجه انتخابات باعث شد که همه آرای اخذ شده مورد بازشماری مجدد قرار گیرد. شمارش مجدد آرا از تقلب گسترده در انتخابات پرده برداشت و یک بنبست بزرگ سیاسی را به وجود آورد. آقای اشرف غنی به طور کلی در ولایات شرقی و برخی از ولایات ازبک نشین رأی بیشتری کسب کرده بود. چون قبلا حامد کرزی در جریان انتخابات ریاست جمهوری خیش قانون را زیر پا گذاشته دست به تقلب آشکار زده بود، اشرف غنی نیز به مثابه میراثدار راه و رسم سلف خود و با حمایت و همکاری رئیس و عده‌ای از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات مغایر با معیارهای اخلاقی و قانونی راه تقلب و قانون شکنی را در پیش گرفت. اما چیزی که باعث آشکار شدن تقلب در این انتخابات شد این بود که حامیان آقای اشرف غنی در ولایات پکتیا و پکتیکا بیشتر از جمعیت این ولایت به نفع او رأی تقلب نموده بودند و این امر باعث شد دکتر عبدالله کمیسیون مستقل انتخابات را به صورت رسمی نشناسد. آقای عبدالله تصمیم گرفت تا حکومت خود را اعلام نماید. در تاریخ افغانستان کاملا بی سابقه بود که 2 رئیس جمهور و 2 مراسم تحریف در یک وقت و در یک شهر به نمایش گذاشته شود، اما این نمایش مضحک در شهر کابل صورت گرفت. دکتر عبدالله در قصر سپیدار و دکتر اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری این کار را کردند. تشنج ناشی از دعوای انتخاباتی به درازا کشید. بالاخره جان کری وزیر خارجه آمریکا به افغانستان سفر کرد و این بنبست را شکست. او با هر دو نامزد و کمیسیون به صورت جداگانه دیدار نمود. هر دو را چون پدر مهربان نصیحت کرد تا اینکه تصمیم بران شد تمام آرای انتخابات مورد بررسی قرار گیرد. سرانجام در 21 سپتامبر سال 2014 میلادی و با ایجاد حکومت وحدت ملی، آقای اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان و دکتر عبدالله به عنوان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تعیین